با سلام به شما بینندگان عزیز مسابقه اساکیل. این هفته 3 شرکت کننده داریم، یکی از یکی اسکولتر که جمعشون میشه اساکیل. خب لطفا خودتان معرفی بکنین. بنده ابرام دراکولا هستم، معروف به 6 کلاسه دروغگو، فارغ التحصیل دارشناسی از دانشگاه اوینلند. محمد باقر قالیباف هستم، دکترا در رشته چماق درمانی بالینی با گرایش لوله چدنی. آقا محسنی اژه‌ای هستم، معروف به گوشخوار، دارنده مدال حلبی در مسابقات پرتاب گندون. خب بسیار خوب. سوال اولمون یک سوال اقتصادیه. هر کس اول زنگ بزنه او جواب میده. نقطه مقابل واردات چیزه؟ خارجات چیه دیگه؟ تو نمیخواد زنگ بزنی. این سوال مال کلاس 6 و بالاست. آقایون توجه بکنین، ما در مقابل محصولاتی که به کشور وارد میکنیم یک چیزایی هم به بیرون میفرستیم. اون چیزایی که به بیرون میفرستیم بهش چی میگن؟ مغز رو به بیرون میفرستیم. ارز رو خارج میکنیم. بابا خیر سرتان، شما سران قوایید. وقتی محصولی از کشور خارج میشه بهش چی میگن؟ قاچاق. ای بابا، ای امام، ای عظما، آیت الله مصباح، به دادم برس، اینا منو جویدن. هی باشه، اصلا اینو بلش کن. میریم سراغ سوال سیاسی. خدا وکیلی اینو درست جواب بدین. توجه بکنین، با عالی ترین رتبه مقام نظام چی میگن؟ چیز خوبی نمیگن. این سوال رو بیخیال شو. بابا بگو چی نمیگن، هر چی نبرتره بهش میگن. ای بابا بمیرم براد آقا جا، اینا چی هم بهت میگن؟ بابا چرا حرف مک میزنید؟ من که نگفتم دربارش چی میگن. میگم اسمش چیزه؟ اینقدر براش اسم درست کردن، خودش هم قاطی کرده. سید علی گداست، خیلی علی بافوری، اون که دستش چلاقه. عظما کپر، لعبر الدنگ. امام بیا منو بخور. آقا بذار راهنمایی تا بکنم. خدا وکیلی 3 حرفش میگم، شما کاملش بکنین. ف، لام، ی. فیل خیلی. الله. بابا من که 3 حرفش گفتم ف، لام، ی، یعنی ولی فقیه. محمد نبودی ببینی، بابان در آمد، عثمان نیامد. ای خدا بلش حالا. باشه سن دارم زیاد درگیر این موضوع نکنید. الان درست شدیم. میریم سر سوال بعدی، سوال آخر. بچه‌ها اینو یه دقیقه توجه بکنین. یه ضرب المثل میگم، شما اینو کاملش بکنین خدا وکیلی، ولی فشار به مغزتون نیارین. میگه که اگر پشت گوشت دیدی ندیدی. ای بابا، او شطور دیدی ندیدیه. اگر پشت گوشت دیدی، قبل از اینکه بخوای پشت گوشی تو ببینی، من کندم خوردم تمام که رفته. اگر پشت گوشت دیدی، مدرک شیشان رئیسی هم دیدی. یه زنم دندوناتو خود بکنم. تو بیجا میکنی مردی که عزگر. من خودم عمری گندون خودکار بودم. خفه بمیرید بابا شما دوتا، من خودم عمری گندون پرتکن بودم. خود جدید دندوناتو خود بکنم. اصلا شما اصلا چی تو رو کرده رئیس قوه؟ آقا اینجا بنداز مردش با بیرونش بابا. برگرده چورا.